وقتی به کشور ایران فکر میکنیم، پروژه های لوکس و صنعتی و شاهکارهای مهندسی آخرین چیزایی هستن که به فکرمون میاد. اما میخوایم این طرز فکر رو تغییر بدیم و 5 تا از پروژه های لوکس و بلند پروازانه ایران رو که باعث میشه این کشور در آینده یکی از قطب‌های صنعتی خاورمیانه بشه رو بهتون معرفی کنیم. خط انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به مرکز کشور یکی از اون پروژه هاییه که میتونه کشور رو از بی‌آبی و خشکسالی نجات بده. همون جوری که میدونید اکثر نقاط ایران مخصوصا شهرهای مرکزی کشور با کم آبی روبروان و این کم آبی ها باعث شده که صنعت کشاورزی توی این مناطق به کل فلج بشه. این مگا پروژه که بزرگترین پروژه انتقال آب در تاریخ کل کشورمونه میتونه این مناطق گرمسیری رو نجات بده و باید بدونید که این پروژه بزرگ میلیاردها دلار هزینه داره و مهندسین اون باید لوله های بزرگ به قطر 2 متر رو در مسافت های طولانی در زیر زمین جایگذاری کنن و در بعضی جاها پمپ های بزرگی قرار بدن تا آب داخل لوله راحت بتونه حرکت کنه. قراره که توی این پروژه سالانه 200 میلیون متر مکعب آب دریای عمان و خلیج فارس به مناطق گرمسیری مرکز کشور انتقال پیدا کنه که این حجم آب برای پر کردن 80,000 استخر شنای المپیک کافیه. بودجه اولیه این مگا پروژه 400 میلیون دلار بوده و کشور ایران از مهندسین خارجی هم برای این پروژه بسیار بزرگ کمک گرفته تا بتونه بهتر و سریعتر این پروژه رو به انجام برسونه. باید بدونید که با پایان یافتن این پروژه مشکل بی‌آبی و کم آبی اکثر مناطق مرکزی ایران حل میشه. خب بریم به جنوب کشور، یعنی بندر چابهار که چند سالیه این بندر جزو یکی از بنادر مهم خاورمیانه قرار گرفته. تو سال 2016 یک مشارکت بین المللی بین ایران و هند برقرار میشه و طی اون مقرر شده که ایران و هند یک ترمینال بزرگ رو راه اندازی کنن و توسعهش بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هند میاد تو چابهار یک ترمینال هوشمند باربری میسازه برای ایران که هزینه ساخت و راه اندازی اون 85 میلیون دلاره و فاز اول این پروژه هم در سال 2017 افتتاح میشه و قراره که زیرساختای این ترمینال گسترش پیدا کنه. در ازای اون 18 ماه این ترمینال دست هنده تا بتونه از اونجا استفاده کنه و همین موضوع باعث میشه که هند دروازه‌ای رو به دنیای آبهای خارجی داشته باشه و بتونه روابط بین المللی خودشو گسترش بده و از طرف دیگه رابطش با پاکستان کمرنگتر میشه چون خیلی با هم رابطه خوبی ندارن. پروژه میلیون دلاری بعدی خط آهن پرسرعت تهران مشهده که طولانی ترین خط ریلی پرسرعت خاورمیانه است. چرا که زمانی که ساختن این پروژه تموم بشه قطارهایی با سرعت 350 کیلومتر قرار شما رو از تهران به مشهد و از مشهد به تهران بیاره و مسیر 12 ساعته رو توی 6 ساعت طی کنید. و از طرف دیگه جالبه که بدونید این قطارها برقی ان و قراره که 70 تا از این لوکوموتیوهای برقی مسافرها رو جابجا کنن. طول این خط آهن 900 کیلومتره که یکی از طولانی ترین خطوط ریلی خاورمیانه به حساب میاد. پروژه جاه طلبانه بعدی که ایران در حال ساختنش هست، پروژه آزادراه تهران شماله که طول این آزادراه 121 کیلومتره و باید بدونید که خیلی پروژه سخت و زمانبریه چون توی این پروژه باید پل‌های زیادی بسازن و کوههای زیادی رو بکنن یا سوراخ کنن تا بتونن تونل بزنن. این پروژه 4 تا فاز داره که با تکمیل شدن تمام فازهای اون مسافت بین تهران تا شمال نصف میشه و این رو هم باید بدونید که بزرگترین تونل خاورمیانه به طول 7 کیلومتر داخل این پروژه قرار داره و قراره که به بهره برداری برسه. هزینه ساخت این پروژه 195,000 میلیارد تومنه. البته تا اینجای کار که 3 تا از فازهای اون تکمیل شده. این پروژه در ابتدا دست شرکت‌های چینی بود، اما با افزایش تحریم‌ها و خروج چینی‌ها از اون، این پروژه میفته دست شرکت‌های داخلی و الانم بنیاد مستضعفین با همکاری دولت دارن اونو تکمیلش میکنن.
پروژه میدان گازی پارس جنوبی یکی دیگه از ابر پروژه های میلیون دلاری ایرانه. هزینه سرمایه گذاری توی این پروژه 91 میلیون دلاره که داره با همکاری کشور قطر انجام میشه. بخش ایرانی اون به نام پارس جنوبی و بخش قطری اون به نام گنبد شمالی شناخته میشه. این میدان گازی حدود 8% از کل ذخایر گاز جهان رو توی خودش جا داده و تخمین زده میشه که بیش از 50 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و میلیاردها بشکه میعانات گازی یعنی نفت داشته باشه. پارس جنوبی از نظر اقتصادی برای ایران اهمیت حیاتی داره، چون گاز استخراج شده از این میدان به عنوان منبع اصلی انرژی در داخل کشور استفاده میشه و بخشی هم از اون به کشورهای دیگه صادر میشه. با توجه به اینکه ایران تحریم‌های بین‌المللی داره، خودش باید این سکوهایی رو که می‌بینید درست کنه و این کار واقعا سخته، اما در حال حاضر شرکت‌های ایرانی و مهندسای ایرانی دارن این کار رو با تمام سختیاش انجام میدن. پارس جنوبی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ استراتژیک هم اهمیت بالایی داره. با بهره برداری کامل از این میدان گازی، ایران میتونه به عنوان یکی از بازیگران کلیدی بازار گاز جهانی شناخته بشه. در پایان باید بهتون بگم که ایران به عنوان کشوری با منابع طبیعی غنی و ظرفیت انسانی بالا پتانسیل زیادی برای توسعه اقتصادی و صنعتی داره، اما با این حال یکی از چالش‌های عمده‌ای که مانع از بهره برداری کامل از این ظرفیت‌ها میشه حضور مدیران ناکارآمد در سطوح مختلفه و امیدواریم که به قول معروف کار بیفته دست کاردان و ایران و ایرانی بتونن اونجوری که لایقش هستن طعم خوش زندگی رو بچشن. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه.